دوستان عزیز، این دوخی که در روی اکران میبینید برای شما به پول توفه کرده میشود. این دوخی را پدرکه میتیانتونه بازم در بالوش 500 روبلی دیگه. وقتی شما در کار همین شرکت فیبلیک در رجیستراسیون میکنی هازی نمیدنی момент 500 روبل داشتون میبه و انمی دوخی از طرف شرکت شما دا توفه میشود. یعنی به پول شما هیچ کار نکرده صاحب نمیقدر توفه میشوین. دوستان عزیز، با نیلوفر بیمونه. نیلوفر شما را راهی کار نشان میده و چه خیلی کار کردن از شرکت فیبلیک مقصد یاد میتونه. به سوم هم پدرکوهاتون میده و هم شما را ابوچت میکنه کارا. انا در شرکت فیبلیک کار کردن به پولای انا چه خیلی که میدونه این پدرکو را به پول میتونه و هم دستگیری میکنه که صاحبی وای شوین زوانیا شوین. تو دایرکتری هم مثال یاردم تو میده بعدی وای خودتون اساسا حرکت میکنین که با هم صبر کن. جان من رفتم کار. بچه‌م رفتینه؟ مایلش برو کار. پناهت به خدا. احتیاط شو مایلش. امیر کافتانو میخورید؟ نه نمیخورم. کافه من تیار میشد امروز؟ این لولی بسر کن. من خودم رو تیار کنم. نگاه کنی تموم به. امیر اسم دکتر ازاده و بر دختری تقاق به ایست. دست و پنجه چی کند؟ یک تا کار نفرمم. همون رابعه کلی کنیم 1000 بار بهتر بود. دست کار گلدیه. اما کلنتون قریب نینی میخرن می؟ هم به دل خودم هم قشتیه. ای وای امیر هولم نغز میدیگیش که گشت سو وای دختر چکی؟ چه؟ دیروز آمدگی بود وای فسانچه وای تلفونش امیر کتی کجا و کدام ریستورانا و هر دوش گشتیگش صورتوش نشان داد من به یک تا به یک تا دیدم. اینش بودی اونو معقولی بوده کن.